اینجا شماره 1 این قشنگ زیر میزنی پیچک ها نمیری تا وسط، همینجا پیچک ها زیر میزنی جلو، پیچک ها پشتش میبری پایین، جلوش اگه ببری پایین خنگ میشه. یه ذره این ذره حلزون اینو کنی کم، دوباره میای تو دلش قشنگ میاری رو دور که شل نباشه، میاریش تیز یواش پایین، این درون میای پشت شدنی یواش یه حالت فارسی بوره تقریبا 3 سانتی از این میگیری میرش اینجا، میای سراغ بالایی هم تقریبا با این ست میکنی، این 3 دنده رو میبرش پایین، اینا اومد بالا جفتش، این تا اینجا، این هم قشنگ 3 دنده رو ردیف میکنی میاد تا اینجا، این هم آماده، یه دونه یواش میزنی اینجا یه باد خوردگی پیدا کنی. حالا میخوای شروع کنیم، این پایه است، از وسط 2 دنده یواش میای رو خط فارسی، خط فارسی که درست کردی پخی که زدی، میای یه ذره تو دل 3 دنده رو یه قاشقی میندازی، این تموم. این سراغ پشتش یه وقت 2 دنده داره یه وقت نداره، این الان که نداره این قاشقی میاد پشت سر اون قاشقی تیز تموم. یه دونه تو دل این میاد که شل نباشه، یه بار دیگه تمیزش میکنی، این تو دیگه هیچ کاری نداره، میای سراغ این پشتش یواش میای تیزش میکنی دیگه، پایین تر نمیری. این 2 دنده رو یه قاشقی میندازی، بیا 2 دنده دادم قشنگ قاشقش خورد آماده شد، میای سراغ این، اینا رو زیادی رفته بالا، ببین جاش اینجاست، این هم تیز میای معفش میکنی تمام، میای 2 دندش زنده میکنی تو دلی شدن بزرگشن، بیا 2 دنده بزرگشن، اینو زدی، ببین این خودشه، این سواره روش، این میاد سراغی، این میاد سوار میشه رو این میاد سوار میشه رو بقیه، یه ترتیبه. دوباره اینو میاریش نزدیک مرکز معفش میکنی، یه ذره اینجا رو چاله میکنی، دوباره میای اینجا این هم میزنی، دوباره به ترتیب 0 اینه. خوب نگاه کن، اینا اول